من یک گپ میزنم که امروز چرا گریه میکنین؟ سرتان چرا پایین هستید؟ سرتان مثل چنارها واره بلند بگیرین، سرتان مثل کوههای اندوکش بلند بگیرین، به خاطر که در افغانستان هیچ چیز نیستک. نه حکومت داری، نه کدام امکانات در اختیار تو هستک، نه کدام میدان در اختیار تو هستک، نه از نگاه مالیات کدام بودجه بسیار بزرگ داری. ورزش کجا میکنی؟ من خو ندیدم تا که در کجا ورزش میکردی. امروز تو میخیزی از افغانستان یا از ایران، در هر جایی که ورزش میکنی میخیزی میایی در بالاترین سطح فیفا فوتبال میکنی و در جهان فوتبال میکنی، در بازی های فوتسال جهان بازی میکنی. گریه نکو، سرت بالا بگی و تمام ملت افغانستان به اندازه سر تو افتخار میکنه و می بالا و غرور میکنن که با هیچتان